شبیه ترین کس به وحید خزایی رو پیدا کردم. بزا همه بپرسن کیه آره میخونه بزا قامت ساعت ترانه ها گفته نمونه بزا بفهمن این صدای خسته مال من نیست بزا همه بدونن این ترانه مال اونه 4 صبح خوب میخونم. میخونم از چشای تو ای با تو هم که بی خبر دلو سپردی به سفر منو گذاشتی با دلم. رضا صادقی بخون وحید. البته این سعید فتحی ها. بازم دلم گرفته تو اینم نم بارون چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون خاطرات گذشته. چرا اینجوری میکنی چشات بزن؟ اصلا واقعا به قیافت تاله توجه کردی؟ آره خیلی شبیه چهره‌ام کی؟ شبیه چهره‌است. آره خیلی زیاد. ولی 4 صبح خیلی داغونی ما. عمو پورنگ چی میگه؟ عمو پورنگ چی میگه؟ الهی قربونتون برم عمو سر صبح شما همه خوابید عمو داره میره زحمت بکشه پول در بیاره با حسن ریوندی. حسن که کجا میره قربونت برم؟ خدای ما رو بکش الهی. خدا ما رو نکشتی از این دنیا هم مبر. کی از همه خوشگل‌تره سرچه کوفت؟ برو بهنامو این خیلی میره تو دست. نه گوشتم تو پنچرت کنم. خب چیکار کنم؟ نزدیک خیلی نامرد. خب وحید خزایی و من یکی از با استعدادهای نقل و تقریص کشور دوستش دارم. جوان بسیار مستعدیه و خوش آتیه. وحید میگم وحید سعید برای وحید دست کن بده. بای بای.